4 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 9:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا قیوموف کمال سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق واقع در حدود نویه جبو رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده مقابل حرکت راه برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره زولفانوف اورزوقل سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا قیوموف و مسافرش جمایف بحردین سال تولدش 1989 ساکن نویه باباجان غفوروف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده автомашین دیگر تمغه اوپل استرا زولفانوف و مسافر داخل автомашینش کوزیف بهادر سال تولدش 1984 ساکن نویه دیوشتیچ جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامونی با عریضه مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 2 اکتبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از دکان تیزتیار واقع در نویه مذکور یک چند تجهیزات خوراکپزی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 23900 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.